همون یه تبلت یه گوشی قدیمی داریم که اندرویدش اونقدر قدیمی شده که نمیدونیم باید باش چیکار کنیم. نمیشه فروختش، نمیشه ازش استفاده کرد. حتی گوگل پلی هم بهش سرویس دیگه نمیده. به نظرتون چیکارش کنیم؟ باید بندازیمش بیرون؟ نه بابا همچین اشتباهی نکنی. بیا اینجا نشونت بدم باید چیکارش کنیم. ببینید تبلتی که من دارم یه تبلت لنوو A3000 خیلی قدیمیه. اندرویدش فکر می‌کنم 4.2 و همونطور که توی ویدیو دیدین گوگل پلی دیگه بهش سرویس نمیده. هیچ نرم افزاری نمیتونیم دانلود کنیم و استفاده کنیم و عملاً فقط یه جنازه است که کار میکنه و نمیشه ازش استفاده کرد. اما من یه روش یاد گرفتم که میتونیم همچین سمایی و فرقی نمیکنه تبلت یا گوشی تبدیل بکنیم به ویندوز 7 و یه جوری انگار یه لپتاپ کوچولو موچولویی توی دستمونه و میتونیم باهاش کار بکنیم. درسته که خیلی قدرت چندانی ندارن ولی از این وضع یوزلس بودن در میان و میشه ازشون استفاده کرد. وسایلی که لازم داریم: خود تبلت، یه کابل USB و مورد بعدی که نیاز داریم نرم افزاری که میخوایم باهاش این کار انجام بدیم و باید روی سیستممون نصبش بکنیم. وارد گوگل میشیم، سرچ میکنین دانلود change my software 7 edition. وارد این سایت سیاهه میشین، دومیه، و میایم پایین. اینجا میبینین که لینک های مختلف رو گذاشته: ویندوز 8، ویندوز 7، ویندوز 8 و 1 XP و حتی ویندوز 10 هم گذاشته. بسته به قدرتی که اون دستگاهتون داره، تبلت یا گوشیتون، میتونین انتخاب بکنین. من نظرم از 7 و XP بهتره چون دستگاهمون قدیمی هن و مطمئنا ویندوز 10 رو جواب نمیدن. هر کدومشو که نیاز داریم دانلود میکنیم و وقتی که دانلودش کردیم یه فایل به ما میده که فایل زیپ اکسترکتش میکنیم و وارد این فولدر میشیم که اکسترکت شده. این گزینه‌ای که آخرش اکسه داره واسه ویندوز اجراش میکنیم. رخش اینجوریه و میتونه اندروید رو تبدیل به ویندوز بکنه و یا ویندوز رو تبدیل به اندروید بکنه که واسه برگشت دادن یه موقع اگه پشیمون شدیم میتونین برش گردونین به حالت اندروید خودش. قبل از اینکه دکمه شروع رو توی نرم افزار بزنیم باید دستگاهمون رو که وصل میکنیم سیستممون بشناسدش. الان همینطوری که میبینی نوشته لنوو A3000H و فهمیده که به هر حال یه دستگاه شکل رم نباید بیاد، شکل هارد نباید بیاد. این خیلی نکته مهمیه. بعد شروع میزنیم گزینه بالا و این داره چک میکنه که به دستگاه ما رو بتونه پیدا بکنه و نسخه ویندوزش رو دانلود کنه. با این ارور مواجه میشیم که مینویسه sorry this device is too slow or protected by the manufacturer. یه همچین چیزی. من اینو ترجمه کردم براتون. میگه متاسفیم این دستگاه بسیار کند است یا توسط سازنده محافظت میشود. بعد از 2 روز تلاش فراوان و تحقیقاتی که انجام دادم دیدم که این یه اروری میده و میگه که دستگاه شما خیلی کنده یا توسط یه نرم افزار داخلی محافظت میشه که این اتفاق روش نیفته، یعنی نتونی سیستم عاملش رو عوض بکنی. کلی تحقیقات کردم و فهمیدم هر چی ویدیو در این مورد هندیا گذاشتن همش دروغه. این هندیای دروغگو لانچر نصب میکنن بچه‌ها، همون تم خودمون، تم ویندوز میندازن عکس میگیرن، تو نگاه میکنی میگی او بس تبلت منم میشه. نمیشه. دستگاه از نظر خود کارخونه روی اینا قفل میذاره که نتونین سیستم عاملش رو عوض بکنین چون از نظر بیزنسی به نفعشون نیست. توی کل اینترنت هم که بگردین همین یه نرم افزار وجود داره که این کار براتون انجام میده و اونم اینجوری و کار نمیکنه. شاید اگه دستگاه بینام و نشونی داشته باشیم بشه این کار کرد، ولی خب من دستگاه دیگه ای نداشتم، همین بود. از نظر سخت افزاری میتونه انجام بده ولی خب میگم شرکتش روش قفل گذاشته که نتونی سیستم عاملش رو عوض بکنی. گوشی خودم حقیقتا اطلاعاتش رو لازم دارم، نمیتونم به خاطر این ویدیو شهیدش کنم یه دفعه بزنم ویندوز بشه همه چیش بپره. ما هیچ جوره نمیتونیم از این تبلت ها یا گوشی های قدیمی کوفتیمون استفاده بکنیم. خیالتون راحت باشه، اینا لایق صد آشغال.